در این موضوع کلش فرق اومدیم. میخوام یک دو لطیفه از خاطره های پدرم نقل کنم. یک وقت دیگر از مسکو اومدم و مهاجر بودم. هر سال یک پولی خوب می آوردم، به دست پدر پولی زیاد می دادم. این سال خیلی با پولی خیلی کم اومدم و به دست پدر پولی کم دادم و گفتم بخشش پدر جان که این سال کار اومد نکرد و من بانکرات شدم. پدر که از کجای فهمیدن که من گویا دختر بازی کردم یا زن گرفتم، کمی ایستادند گفتم بچه‌م از روی فهمش های من تو بانکرات نه، تو زنکرات شده ای. پدر در همین جا بودند و من در شهر دوشنبه خانه خریدم و مبلغ خیلی زیادی قرضدار شدم. بعد به نزد پدر اومدم و گفتم خانه خریدم، مبارک کردند و گفتم بچه‌م همین شبا خوابت نمی بردگیستم. گفتم چرا اینقدر قرضدار شدی؟ بعد شوخی کرد و گفتم دادا جان اکنون خواب پول دادگی ها نبرد، بذار آنها تا صرف کنن که این از کجا این پول ما یافته میگن، طوری من بود شد دیگر چه فکر میکنم.